چی شد که اینجوری شد؟ چی شد که ازدواج کردیم؟ شد که والا ما با هم دیگه فامیلیم دیگه. چه نسبتی ما داریم؟ میومد میرفت دیگه. موقع ازدواجمون هم بود. گفتم بهترین کیس هم همینه. خیلی عالی. چند سال ازش میگذره شما؟ ما سال 12 سال میشه. 1391 الان 11 سال فکر کنم 12 سال 12 سال. امسال میشه 12 سال. میشه 12 سال. و رازش چیه؟ از که والا نباید از چیزی بترسن دیگه. باید برن تو هر چیزی باشه تو کار وسط کار. میدونی باید ازدواج کنی دیگه. قول همه چیزو به دست میاره یواش یواش. شما بگید نکته‌ای هست در مورد ازدواجایی که دیگه موفقه؟ سخت نگیرن همه چی رو، بعد داشتن نداشتن همه چی رو با هم بسازن دیگه، میتونن کنار هم زندگی کنن. توقع پایین بیاد. توقع باید پایین اولا بیاد. باید توقع پایین باشه، پله پله یواش یواش میرسم دیگه بهش. به چیزی که بخوام برسم.